ایونت نوکلیر تاندر برگشته و اگر قبلا نتونستید ایونت رو بازی کنین این دفعه میتونین تجربهش کنین. البته اینو بگم که بهتون هیچ یونیتی نمیده و صرفا یک ایونته. میتونید از تو بخش گیم مودها سیمولیتور بتل رو انتخاب کنید و بخش گیم مود نوکلیر تاندر. بازی حالت ریالستیک بتل هست و سیمولیتور نیست. از هواپیماهای ریت 13 تا ریت 14 و 7 مجازه که بیارین و تیم A شامل روسیه، انگلیس، شوروی، سوئد و تیم B آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، سوئد، اسرائیل. باید پوینت جمع کنید و بعد از اینکه پوینتتون به حد نصاب رسید میتونید نوک بکشین و بازی رو تجربه کنید. چند مچ با همدیگه میریم با بچه‌ها و امیدوارم که لذت ببرید. بمب من میتونم بردارم سوخو 24. آره میتونم. همه میتونم بمب بردارم. منم بمب. آره هیچ ایده ای ندارم که چیه داستان بازی. میریم پیدا میکنیم. میریم میبینیم. آره همین الان خود هواپیمامون هم میتونیم بمب بندازیم فکر کنم. آره نه با سوخو 34 باید بکشین. یه یونیت های خاصی بهتون میده. 300 تا اسپان پوینت باید جمع کنین. نوکلیر تاندری که اول اومد B52 تا پلوپر میداد، اون مدلش اینطوری بود با هواپیمای خودت میتونستی نوک بکشی، یعنی اون لوداتشو میتونی عوض کنی. الان اینجا اینطوری نیست. ببین 300 تا اسپان پوینت باید جمع کنین. مثلا میری حالا بیس میزنی، میری ایرکرافت انیمی میزنی، 300 تا اسپان پوینت جمع میکنیم. مثلا برای من که روسی هم سوخو 24 با سوخو 24 میتونین نوک بندازین. اگه موشک ضد رادار داشته باشین میتونین اینجا استفاده کنین. بچا میگم ضد رادار و ضد کشتی هم داره باشه. بمبایی که من آوردم بمبای چتر داره. درختش بزرگ یعنی پدافندشون دارن میسل میزنن. بچه ایتو 90 کسی میدونه چه تایپ کلاس راداریه؟ ایتو 90 نه او پدافندو ولمون نمیکنن. مپ خیلی کلن مچ خیلی سمیه. چند تا اسپون پوینت دارم؟ 55 تا. این رادار سرچ ECMش که مال همین موشک ضد راداره کسی بلد نیست باش کار کنه. ببین با دست باید کار کنی، یعنی با دکمه باید کار کنی. صفحه موشک هایی که داره بغل من رد میشه. F14 اون ور دارن. صد و 4 تا پوینت. اوه.
خورم زمین. من هر موقع میرم یه اون 6 7 موشک فقط دارن از جلوم رد میشن. همه رو دارم کف خواب میرم. چند تا پوینت جمع کردیم؟ 74 97 110 تا. چقدر؟ 110 تا. چجوری؟ بمب زدم. کجا میزنی بمب رو؟ بمبا رو همین یونیت های زمینی. بلک دیریفتر. واسه هم یونیت های زمینی بمبا رو ول میدم، پوینت بهم میده وقتی منفجر میشن. بعد 5 6 تا داره واسه هم موشک لانچ میشه. F15 اون بالاست. براش لانچ کردم. وای نرسیدم، سرعتم خیلی زیاد بود. شت. بدون زدم 150 تا. سر پولم ماین 32 کیه. آجی من جمع میکنم. دستم اومد فکر کنم. پوینتن 180 ها. سر 55 کاشکی هواپیمای دیگه داشتم. کاشکی بمبشو داشتم. یونیت های زمینی بزنی فکر کنم راحت تر. راحت‌تره. تو پلیرها رو فراموش کن. مچه خوراک F14 بمب داره. فونیکساش. وای خیلی خوب داشتم سوسکی رفتم. چند تا پوینت داریم؟ 4 تا تانک زدم. داره با خواب 29 تیدی میزنی؟ آره. من بزن اصلا چیز موشک نیارم اونجی اولی که سنگین میشم بابا. بابا مرسی. اینجا بلک فایتر رو داریم که سوخو 24 نوک کشیده. ببینم میتونم فرود داشته بزنم بتره کنم یا نه. یه دونه کوچیکش رو میکشم ببینم چه شکلیه. تو داری الان؟ من 50 تا دیگه بگیرم تموم. من 60 تا میخوام. 60 یعنی یه دونه
این یارو رو وای وای حاجی منو زد یکی هواپیمامو زد با مشتک تو میتونه من خاموشش نرسیدم. کنی؟ نه نمیذاره خاموش هواپیمای گوساله هی داره از پشت مشتک میزنه نگاه شفلر کن خب. ارتفاعه شفلر نداره هواپیمای نوک بابا دهنش سرویس جا رفتم من 100 کی دادم اوف کمباتان رو دیدیم؟ آره بابا به یه جای عادیش مجبور شدم بندازم مردم نشد برسم عادی ها هم بندازی پسر اینجا رو من نمیدم تو ویدیو افتاد. یه جای دیگه هم انداختم نشد برم فرودگاه بچه باید کاورم بیایم که بشه بندازی یعنی یک که نوک اوکی. میکشه باید 2 تا تاپ کاور بیام بغلش مثل فیل تانک ها بندازم سبک شم ننداز ننداز نیازت میشه این زیاد مصرف میکنه به به پس نگه هم میدونم دیدم سوخو اضافه 34. شد. هر موقع لازم داشته چیز بچه من میندازم اینجا نزدیک اینجا شما هم هر جا تونستیم بندازین دیگه اوکی. ایرفیلد میخوام بزنم باید ایرفیلد بزنی. من میرم نیرو بزنم چون ایرفیلد سختن تا اونا رو نزنیم چون تو مسیرمونن نمیتونیم بریم که بزنیم میگه چی میگم؟ اوکی تو برو جلو پس یه کاری کن منم پشت الو منم میام پشتت هواپیما سنگینیه خیلی لشه. ایزر داره این خیلی خوبه میتونی انمیا رو ببینی تو سخو 24 ام. باشه که اون فایتر میومد موشکتش کاور میده سه تو هم من آوردی یکی دهنت انمیات تو سرویس. که؟ تو هم نوک آوردی؟ آره دیگه 3 تا نوکیم دیگه من تازه 600 گر آوردم اوه من حالا 300 آوردیم من آره 600 بریم که ابسولوت سینما درست کنیم باجی 3 تا اتم بندازیم امیدوارم موفق نیست بندازیم هر 3 تا رو خیلی حال میده حالا از شانسمون یهو همزمان 3 تامون پکت یهو برقا میره آجی برق کل ایران میره حاجی اولین یونیت روسیه که میبینم 500 تا ماشینگان داره. 500 تا کنون ماشینگان داره. یه دونه بچه از چپتر بریم چون راستتر یونیته حالا اوکی. لبه میره من با بخوای بلک میرم بچه میخوای 3 تا نوکو بندازیم یه جا نه دیگه این علکی مصرف نباید بکنیم 3 تا قارچ تو یه جا باله ببینید من شاید سوسکی بزنم تو بدن یه کاری کنم مثلا خیلی گوشه و سوسکی طور برم ایرفیلد 3 رو بزنم همون من با CCRP بلد نیستم بندازم امیدوارم بتونم بندازم دراپ بمبش همون یماخه. اه؟ یماخ باید بشیم تا بتونیم بندازیم. فکر نکنم سرعت داشته باشه ننوشتش چه کابینشو نگاه کنید اسپید چیزی نزد. بچه فقط چپ فلر نداری نه کپ خوابش این نزنن آره. من ریسک کردم خیلی اوه F15 اوه نمیذاره راداراتون رو خاموش کنیم. آره رادار خاموش آره. رادارم چیزه زمینیه نه عادی هم داره پیولاتون بندازید نیاز نمیشه داخل صورت گرفت جونی با چی مینداخت فیولامو؟ 8 نه نمیدونم یه چی انگار آلت و جی. آره وای منو زدن اینجی اصلا حواسم نبود آر دبلیو آر نداره وای منم چیز کردم نمیدونم بمبمو انداختم یا نه من اصلا حواسم ببینین منفجر میشه چیزی یا نه نه نشد.
آه منفجر شد. چقدر زدم آجی. من حواسم نبود آردن یار نداره این پشمام. حاجی میترسم برم تو گودیش منم بترکم. پسر لحظه ای که زدم انداختم من خیلی بد موزیک چون گفتم آره تو صدام ثانیه انداختن، یه ثانیه تر انداخته بودم مرده بودم. جرأتی دارم. بگم مارک کردم بریم بزن. بیساشون ایتو 90 دارن. آره بنداز همونو بنداز جلوتر. اونو که مثلا بنداز. ببینیم چی آره. میشه. انداخته؟ نه 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 به نظرم اینجا رو بنداز. آره همونو رو بنداز. همون دیگه میخوام برم واسه این جلویی ها. فرودگاه؟ نه 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 فرودگاه فقرت، خب یه بار بنداز فرودگاه دیگه. انداختی جلوت چرا؟ نور شاید اینجا دیدم، اون کوچولو بود بابا، فقط آره. مال من آجی. مال من کجا مال چیز بود.